سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم باز هم ویدیوهای اینستاگرامی رو ببینیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم به مردم ایران، مخصوصا مردم بندرعباس تسلیت میگیم. بریم سراغ ویدیو. تو کراش میزنی؟ من خودم کراشم. ما مثل هم نیستیم. برو بده. یه بار سب کن، یه بار نگو برو بده. باشه پس برو نده. چقدر بهت بدم حاضری کلا از اینستا بری؟ 10 دقیقه کافیه. این بر داداش اونجایی که تو داری ازش میری بالا بزرگویی 3 بار آیت الکرسی باید بخونه استارت مسیرشو بزنه. برادر آقای مسئول روابط عمومی ورزش جوانان کجاست دیگه؟ این جوانای ایران از چقدر دیوار صاف برن بالا که شما بگیرین استادیو بکنین؟ مردم تو اروپا گی میزنن از این صحنه فیلمای ترسناک میسازن. این من مال صحنه بتمنه برای آزادیش چیز نشدیه. اونا اصلا نمیتونن بشه. عقاب اونجا بال نمیزنه داداش. اون چه دوربینی بود اینقدر زوم کرد. رفیق چه صدایی داشت، تو چه گوشی داشتی شنید؟ موتور خدا بیا بالا با خودتون شوخی نکنین. چه صدایی داره؟ मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के رखنا डोली. پوفیوز از او گلوگون خجالت نمیکشی؟ از او سطح تستوسترون خجالت بکش. گوریل قد تستوسترون نداره. بی وجدان لاله گوشت اقمو داره. دو بنده فسفوری پوشیدی اقمو انداختی بیرون. آه زشته. نکن مرد و خود بیا جون خود نکنه ای کارا. زشته به قرآن. یعنی تو یه فندک اینجا بگیرن کل شهرتون آتیش میگیره. نکن. دوست داری بدون استرس بری دستشویی؟ کاری نداره که مثل من سرویست رو هوشمند کن. با یه دونه از این اسپیکرهای هالوژنی و یه آمپلیفایر خیلی راحت با قیمت خیلی مناسب میتونی سرویست رو هوشمند بکنی. خود در قفل کن دیگه. استرس چی داری؟ راست میگه. در قفل کن استرس نداری دیگه. مگر که تو خونه شما درو بشکنن بیان تو. آبجی مردم میخوام برن دستشویی نمیخوام برن پارتی که نورپردازی مگه تو گوز تاثیر داره دیگه؟ یه گوز داستانی چرا جنایی میکنین؟ بادی بود و راهی داشت. آیا بگذی کاری داشت؟ من ریدم تو سطح دغدغه اونی که میخواد اینه بخره. ما استرس نداریم تو دستشویی. نمیخواد سیستم ببندی رو دستشویی، آمپلیفایر و ساب باکس نمیخواد اصلا اینا رو. اگر هم استرس صداشو داری که با گوشیت میتونی آهنگ بذاری دیگه. ما که راحت. من با رفیقام زندگی میکنم مثلا تو دستشویی نمیریم. اونجا پیش هم دیگه کار جمع کنیم. نکو کثافت بو سگ میاد. ابراهیم. علیه. نادیا جان. مجتبی. محمد. وحدی. ابوالفضل. ماشاءالله. سایا. حسین. عباس جون. کمر بنی هاشم داداش یه طبیعت یه بیرون یه جایی میرفتی 2 دقیقه شلوارتو میپوشیدی شاید نظرت عوض شد. یعنی تو محله شما یه داروخونه ای نبوده دیگه اصلا. به نظر اون بقیه بچه‌ها رو فکر کن نوشته تو کپشن. چون آخه جا نمیشه. یعنی نفر آخر یه مجتبی میآوردی میزد قطعش میکرد. بچه به نظرتون ایشون کیه؟ ایشون احسان رفیق منه. خودم فرستادمشون اونجا. بزرگترین مرد استانبول.
به خدا احسان عزیز دست منم گرفته میگه دستت چرا پشت منه؟ بله دکتر جان، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. دکتر آدم برات فرستادم 210 کیلو. این دیگه دستت میشکنه، این دست که قید میکنی داداش، این ارتفاع یه جوریه که دست پشت زانوهاش میفته و قضیه انتقام کل تونس ازت میگیره. یعنی هرچی تو تونسی ها رو تونسی اینه نمیتونی و او میتونه. آره دکتر اینجوریه دنیا دکا برمیگرده به خودت. ته ویدیو رو نظر نشون بدم که چجورید. احسان مرسی داشت، قربونت برم. اول صبح موقعی که خواب بلند میشم باید با این مدلی بیدار میشم، بعد یکی قربون صدقم بره ای بوسم کنه، مثل این بچه ها لوسم کنه. کی بهتر از تو که بهترینی؟ آقا ما اشتباه میکنیم لوازم اسکی خریدیم یا اینکه شما داری چی کار میکنی؟ عملی برو حال کنی. چه سرعتی گرفت. بابا بیت بیان بابا نمیرسم بهش. عمو علی ساب زیرو باشه لعنتی، بتمن هم چنین کاری نمیتونست بکنه. عمو علی هم سرعتش از تو بهتر بود، هم ترمزش بهتر کار میکرد. ماشاءالله عمو علی آدم پشماش میریزه. تو یاد دادی دود از کنده بلند میشه، چی جوری اصلا اینقدر تعادلت حفظ کردی؟ من گفتم الان دو سه سر میخوری یا میافتی یا ول میکنی. تو کجا رفتی؟ تو بلوبری، رازبری و بلکبری میشه سوپر شیک سوپروری لوتوس. سلام داداش. سلام عزیزم، در خدمتم جان. سوپر شیک بوقوقی بوقوس بزن. سوپر شیک بوقوقی بوقوس. سوپر شیک بوقوقی بوقوس چیه داداش؟ ما نداریم، ما منومون بالا زده شیک وانیل نوتلا موز شکلات تایید دارن اینو که داداش ما نداریم. ببخشید معذرت میخوام. چی هست ترکیباتش؟ رازبری، بلکبری، ردبری، ردبری، سوپر بوقی بوقوس. داداش نداریم ببخشید مسخره میکنی. والا تو چیکار میکنی؟ شلوارت چرا پایین میاری؟ کافه‌ای که سوپر شیک بوقوقی بوقوس نداره رو باید داداش چی داری میگی؟ نگو ما بکش بالا شلوارتو. کسانی که دچار کمبود پلاکت خایی هستند این ویدیو برایشان توصیه نمی شود. ایران is اتم خای. ایران قلمرو اتم خایگان. اجل سرین زمین کمبود آنتن. اجل در این سرزمین با کمبود آنتن مواجه است. شخصی دیدین تصویر is nothing خیار. شخصی که در تصویر میبینید خیار سخنگونی است، بلکه تنها کسی است که برای بوزه کوهی آبرو نذاشته است. او طوری روی صخره ها لش کرده است که گویا روی مبل در خانه لم داده است. از زمانی که او وارد دنیای مجازی شده است، مردم گرفتاری های خود را رها کرده و فقط نگران حال او هستند. عده‌ای معتقدند او در طول عمر خود زمین صاف به چشم ندیده است یا اینکه به زمین صاف فوبیا دارد. قانون فیزیک و جاذبه برای او یک شوخی است و این را میتوان کاملا حس کرد. اندازه آن چیزی که در لایه پای او قرار دارد فراتر از آن است که در مغز من و شما میگذرد. مصر نز. یه نفس عمیق بکش، بده بیرون. ببخشید، بیرون. مرسی. دکتر جان مطمئنی ضرورتی داره قلنج اونجا رو بگیری؟ راست میگه. میگی دارم جا میندازم. ولی خب خودت یه بار میگی ببخشید، یه بار میگی مرسی. خب تو اگه داری براش کار خوب میکنی چرا میگی ببخشید؟ اصلا دنبالچه به نظرت قلنج این صدای قلنج بود؟ میگم بابا اصلا نمیشه. یه جای کار میلنگه، بعد سنگشتی قلنج نمیدونم. بعد دکتر جان چرا نفس عمیق از اونجا میکشه؟ ما نفس عمیق از دهن دوام میشیم. میگه نفس عمیق. تقدیم میکنیم به همه هموطنامون تو جنوب بندر عباس. حال روزو مثل خورشید میون روز ابری، دیگه وقتی تو قیافری و بام تو میرم از ویدیو آخر.
کمی فکر من بشتلوم است برای حرف و ترنجم هموطنامون توی بندر عباس. حال و روز کسی خوش نیست عشق تو این روزای گنجه یه روزی حتی که به یارفون جان تا دگر دیرین عزیزم 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 یه روزی حیات که بعد رفتنت عشق نریزم عزیزم عزیزم یه روزی حتی که به یارفون جان تو دگر دیرین عزیزم 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 یه روزی نیاد که بعد رفتنت عشق نریزم عزیزم. اینم بود از ویدیو آخر. چی بگم دیگه، بازم تسلیت میگم به همه هموطنامون توی ایران، مخصوصا بندر عباس. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.